اسم واسطه‌گری که میاد خیلی فکر میکنن که شاید یه کاری که شاید سخت باشه که حالا ممکنه بعدو برام مشکل ساز بشه، ولی واقعا چنین چیزی نیست. من مریم احمدی زاده هستم، کارمند نهاد دانشگاه شریف هستم و الان تقریبا 2 سال و نیمه که تو بحث واسطه‌گری مشغول به کارم. به من الان تو این 2 سال و نیم 46 تا ازدواج موفق داشتم که الان نصف بیشترشون بچه‌های شریف. ما تو شریف من خودم هر هفته دارم گزارش هفتگی میدم. خب الان فرضاً تو این هفته من 10 نفر معرفی کردم، از این 10 نفر چند تا در حال جریانه، چند تاش به هم خورده. علت به هم خوردگی رو من می‌نویسم که الان بیشتر آمارمون شده حداقلش فکر کنم 60-70% رو